برای شروع رج شماره 22 همطور که میبینید این بافت هشتی ما پشتش، یعنی اون زیر یه دونه پای کوتاه ما داریم. اینو ما مارکش کرده بودیم توی رجای قبل، حالا میخوایم دورش بافت بزنیم. ببینید میخوایم این رج به این صورت هستش. میخوایم چیکار کنیم؟ بین این بافت های هشتمون یه پای کوتاه داریم. برای شروع کارمون دقیقاً 2 تا زنجیره میزنیم، میریم روی اون پای کوتاهی که الان نشونتون دادم بین بافت هشتی هست، از پشت روش یه دونه بست میزنیم. یعنی در واقع یه بست برجسته از پشت روی این پای کوتاه من الان میزنم. در واقع میخوام با این حرکتم، چون باید توی ادامه رج از پشت روی این پای کوتاه من پای بلند برجسته از پشت ببافم، چون ابتدای کار هستم، ابتدای بست برجسته از پشت میزنم، بعد 3 تا زنجیره میزنم. این مثل این میمونه که من یک پای بلند برجسته از پشت روی این پای کوتاه زدم. این به این صورت در اومد. حالا این شد مثل یه پای بلند برجسته از پشت، یعنی این بافت هشتمون اصلا کشید عقب. 3 تا زنجیره میزنیم. حالا باید چی کار کنیم؟ ببینید ما تو قسمت گلبرگمون، قسمت میانیش 2 تا پایه دوبل داشتیم اینجا. این 2 تا پایه دوبلمون یکی اینه یکی این. تو قسمت ابتدایی، تو دور مرحله ابتداییش، دور مرحله اولش، ببین این از این و این هم از این. دقیقاً اینجا میام یه پایه کوتاه برجسته از پشت میزنیم. پای کوتاه برجسته از پشت، یعنی کار وسط گلبرگمون در واقع انگار جمع میشه با این کار. برجسته از پشت شد. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میرسیم به اون پای کوتاهی که بین بافت هشتیمون هست. از پشت روش یه دونه پای بلند برجسته میزنیم، یعنی یه پای بلند برجسته از پشت روی این الان میزنیم به این صورت. مجدد 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 و 3. میریم روی مرحله اول پای دوبلایی که وسط گلبرگمون هست و اینا رو با هم با یه پای کوتاه برجسته از پشت یکیشون میکنیم به این صورت. مجدد 3 تا زنجیره میزنیم، کار ادامه میدیم. اگر دقت بکنید اینجا الان پای دوبلایی که اون وسط گلبرگ هست جمع شد از پشت و پایه های هشتمون هم به سمت عقب کشیده شد وسطش. این رج 22 رو به همین صورت ادامه میدیم. الان دوباره 3 تا زنجیره زدیم، یه پای بلند برجسته از پشت دور این پای کوتاهمون میبافیم. کار تماما از پشت کار داره بافته میشه. سه تا زنجیره و دوباره میریم سراغ پای دوبلای وسط گلبرگمون. قلاب رو از قسمت ابتداییش رد میکنیم و یکیشون میکنیم با یه پای کوتاه برجسته از پشت. به همین ترتیب اگه دقت کنید این رجمون چی داره؟ فواصل 3 زنجیره‌ای داره ایجاد میشه که یه پای بلند برجسته از پشت اینجا داشتیم، یه پای 3 زنجیره، یه پای کوتاه برجسته از پشت اینجا، دوباره 3 تا زنجیره. به همین ترتیب یه پای بلند برجسته از پشت، یه پای کوتاه برجسته از پشت. به همین ترتیب
این رج رو تا انتها باید ادامه بدیم. تماما فضاهای 3 زنجیره اینجا ما ایجاد کردیم. خب کار رو تا انتها میبریم و 3 زنجیره آخر رو هم میزنیم. بعد از اینکه 3 زنجیره آخر رو زدیم ما باید وصل کنیم به 3مین زنجیره از ابتدای کارمون، یعنی در واقع وصل باید بشه به بالای اون پای بلند برجسته‌ای که روی اون پای کوتاه زدیم. به این صورت. اینم از انتهای رج شماره 22. حالا برای رج شماره 23 با یه بست میریم داخل فضای 3 زنجیره ایمون. شروع کار از اینجا هستش. همینجا که هستیم باید 3 تا پایه کوتاه ببافیم. پس یه زنجیره برای بلندی کار میزنیم و 3 تا پایه کوتاه داخل همین فضا میزنیم. دوباره بعد از این 3 تا میریم داخل فضای بعدی، 3 تا پایه کوتاه هم اونجا میزنیم. 1 2 تا و 3 تا. مجدد داخل فضای بعدی به همین ترتیب ما این رج فقط داخل فضاهای 3 زنجیره‌ای هر کدوم 3 تا پایه کوتاه میبافیم. کار دیگه ای انجام نمیدیم. تا انتهای رج میریم. خب آخرین 3 تا پایه کوتاهی هم که زدیم وصل میکنیم با یه بست به اولین پایه کوتاه. برای شروع رج 24مون دوباره همونجا که هستیم باید 3 تا پایه کوتاه ببافیم. یه زنجیره یه پایه کوتاه، دوباره 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافیم تا اینکه میرسیم دقیقاً به وسط گلبرگمون. حالا اینجا مرحله‌ایه که ما میخوایم جای پیکوتمون رو یکم محکم کنیم که انقدر ولو نباشه. میایم 2 تا نخی که پشت پیکوتمون هست رو میگیریم با یه بست بهش وصل میکنیم. به این صورت این سرش به سمت بالا میاد. دوباره ادامه میدیم روی پای کوتاه هایی که روی رج اصلیمون هست. پای کوتاه میزنیم، 6 تا پای کوتاه میزنیم تا برسیم دوباره پشت پیکوت بعدی. دوباره یه بست میزنیم به پیکوت بعدی. می‌بینید 4 تا 5 تا و این 6 تا. رسیدیم به پیکوت گلبرگ بعدی. دو تا نخ پشت پیکوت رو میگیریم و با یک بست وصل میشیم بهش. دوباره 6 تا پای کوتاه دیگه. به همین صورت ادامه میدیم. خب دوباره وصل میکنیم به این پیکوت. این فرشینه زیبا دیگه داره به انتهایش میرسه و فوق العاده کار شیکی هستش. خیلی آسونه، جون میده برای درآمدزایی ازش. کسایی که باهوش باشن با این فرشینه میتونن درآمد خیلی خوبی رو کسب کنن، چون هم راحته هم بسیار زیباست. با تنوع رنگ‌های مختلف میتونید فرشینه‌های بسیار زیبایی ببافید. کار دست هست و فوق العاده ارزشش بالا هستش.
خب برای رج شماره 25 رج شماره 25 کلن ما این رج رو باید پایه کوتاه ببافیم، یعنی باید ساده بافی کنیم. منتها یه قانونی رو باید رعایت کنیم. توی این رج باید تعداد پایه کوتاه هایی رو که داریم باید همه رو در نظر بگیریم، بشماریمشون، حساب کنیم. این تعداد پایه ها باید مضربی از 15 باشه، چون برای رجای بعدی مهمه که ما تعداد پایه هامون مضربی از 15 باشه. حساب میکنیم، میگیم بین گلبرگامون ما 6 تا پایه کوتاه داریم. خب چند تا فاصله وجود داره؟ ضرب در 6 میکنیم، میبینیم که انقدر پایه کوتاه داریم. حالا تقسیم بر 15 میکنیم. اگر عددی که به دست اومد کمتر از 6 تا بود، ما میرسونیمش به مرز پایین تر، یعنی اون تعداد رو کور میکنیم. اگه بیشتر بود خب نمیتونیم کور کنیم، باید دونه اضافه بکنیم که برسونیمش به مرز بالای 15. الان برای من که حساب کردم 6 تا کم دارم، 6 تا زیاد دارم. خب چیکار میکنم؟ میام تو قسمت درازای کارم، هر طرف تو قسمت درازا 2 تا دونه کم میکنم، میشه 4 تا، و یه دونم تو قسمت کناری چپ و یکی هم تو قسمت کناری راست، اونجا هم کم میکنم. پس 6 تا اینجوری من کم میکنم. پس این رج شماره 25 در واقع باید تعداد پایه کوتاه هامون رو درست کنیم. میرسیم به ابتدای رج و با یه بست وصل میکنیم. حالا برای شروع رج شماره 26 همونجا که هستیم، من نخم خب عوض میخوام بکنم، همونجا که هستم یه دونه زنجیره میزنم و یه پایه کوتاه، در واقع 11 تا پایه کوتاه میبافم، میرم جلو. اولیشو که بافتم 10 تای دیگه هم میبافم، نخمم پشتش قایم میکنم، میرم جلو. این 2 تا 3 تا به همین صورت ادامه میدیم. خب 11 تا پایه کوتاه رو میزنیم، میشماریم ببینیم دقیقاً 11 تا شده باشه. خب 11 تا پایه کوتاه رو میزنیم، 7 تا زنجیره میزنیم. بعد از این 7 تا زنجیره 4 تا پایه روی کارمون رو رد میکنیم، روی پایه پنجم یه دونه پایه کوتاه میزنیم و دوباره تکرار میکنیم، یعنی دوباره مثل اول کار 11 تا پایه، یه 7 تا زنجیره، دوباره وصل میکنیم به پایه پنجم. اگر دقت بکنید اون 11 تا و اون 4 تا پایه که رد کردیم شد 15 تا. برای همین بود که رج قبل ما سعی کردیم تعداد پایه هامون رو برسونیم به مضربی از 15، وگرنه اینجا دونه کم می آوردیم. خب ببینید 11 تا، اینم فاصله 7 زنجیره‌ای که روی 4 تا پایه بافته شد که جمع میشه 15 تا. حالا برای رج شماره 27 مون ما کارمون رو باید از پایه سوم شروع کنیم. یعنی چی؟ یعنی 2 تا اولش رد میکنیم، 2 تا پایه کوتاه و از پایه سوم، بعد داخل این فضاهای 7 زنجیره‌ای هم باید 10 تا پایه بلند ببافیم. خب میام شروع میکنیم رج شماره 27 رو. شروع بافت ما همونطور که گفتیم باید از پایه کوتاه سوم باشه. پس من باید با 2 تا بست خودم رو برسونم به پایه سوم.
یه بست میرم رو پایه دوم و با یه بست دیگه میرم رو پایه سوم. خب از همینجا یه زنجیره برای بلندی کار و یه پایه کوتاه. این یه دونه 6 تا پایه کوتاه دیگه میبافیم. در واقع این 11 پایه کوتاهی که اینجا داریم 2 تا اولی و 2 تا آخریشو نمیبافیم، 7 تا اون وسط میبافیم. بعد از اینکه این 7 تا رو بافتیم بلافاصله میریم داخل فضای 7 زنجیره‌ای و 10 تا پایه بلند میزنیم. 2 تا آخری میبینید نمیبافیم. میریم الان داخل این فضا و 10 تا پایه بلند میبافیم به این صورت. میبینید حالا اینجا دوباره 2 تا اولیا رو رد میکنیم، میریم پایه کوتاه سوم یه دونه پایه کوتاه میزنیم و 6 تا پایه دیگر رو هم میبافیم و میریم جلو. به همین ترتیب ادامه میدیم با همین قانون فوق العاده ساده تا انتهای رد شماره 27 مون پیش میریم. آخرین 10 زنجیره‌ای هم که 10 پایه بلندی هم که زدیم با یه بست وصل میکنیم به ابتدای کارمون. خب برای رد شماره 28 من میخوام رنگم عوض کنم، ولی شما اگه رنگتون عوض نمی‌کنید با یه بست باید بیاد روی پایه کوتاه چهارم، یعنی بعد از وسط اینا شروع بکنید. من از همون وسطی نخمو میکشم بیرون و یه دونه زنجیره و یه دونه پایه کوتاه میزنم. همین یه دونه پایه این وسط میخوره. حالا میام دور این پایه های بلندی که دارم روی هر کدوم یه پایه دوبل برجسته از پشت میزنم و بینشون یه دونه زنجیره. الان یه زنجیره میزنم، دوباره پای دوبل برجسته از پشت بعدی رو روی پای بلند دوم میزنم. به همین ترتیب، به همین صورت پایه‌های دوبلمون رو میزنیم به صورت برجسته از پشت با یه زنجیره مابینشون. آخرین پایه دوبل برجسته رو که زدیم بدون هیچ زنجیره‌ای میریم روی پایه چهارم، یعنی اون وسطیه، یه دونه پایه کوتاه میبافیم. خب حالا دوباره میریم سراغ دسته بعدی و یه دونه پای دوبل برجسته از پشت روی اولین پای بلند و به همین ترتیب زنجیره و ادامه کار. در واقع به همین سادگی ما این رج رو تا انتها پیش میبریم. خب تا انتهای کار که پیش رفتیم، برای رج شماره 29 ما باید از اولین فضای تک زنجیره‌ای که بین این پای دوبل ها هست کار شروع کنیم. پس با 2 تا بست باید بریم جلو. با یه بست میریم روی پایه اول و با یه بست میریم داخل فضای تک زنجیره‌ای. همونجا یه دونه زنجیره و یه دونه پای کوتاه میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، دوباره تو فضای بعدی یه پای کوتاه، مجدد 2 تا زنجیره و تو فضای بعدی یه پای کوتاه.
به همین صورت ما 9 تا پایه کوتاه داریم و 8 تا فضای 2 زنجیره‌ای. به این وسط کار هم که رسیدیم، به پای کوتاه وسط کار، با 2 تا زنجیره از روش رد میشیم و میریم یه پای کوتاه میزنیم داخل اولین فضایی که داریم. دوباره کار رو تکرار میکنیم، 2 تا زنجیره و یه پای کوتاه روی فضای بعدی. به همین ترتیب که میبینید، به همین سادگی این رج رو تا انتها پیش میبریم. رج شماره 30 و رج آخرمون، شروع بافتمون باید از اولین فضای 2 زنجیره‌ای باشه که ما روی این یعنی بین پای دوبلا داشتیم. خب با بست میریم داخلش، یه زنجیره میزنیم برای بلندی کار، 2 تا پایه کوتاه. خب الان اینجا یه دونه زنجیره میبافیم و 2 تا پایه کوتاه. بعد از این پایه کوتاه دوم یه پیکوت 3 تایی میریم. خب ما تا پیکوت رو وصل نمی کنیم به جایی که همیشه وصل میکردیم، وصل میکنیم به اولین زنجیرش. چرا؟ چون میخوایم پیکوتمون یه مقدار رو کار بیاد جلوتر و درست بالای این پایه کوتاه این وسط قرار بگیره. بعد میریم روی فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه. به همین ترتیب پیکوت 3 تاییمون رو زدیم. پیکوت 3 تایی دوم. ببینید اینجا ما این کار رو تکرار میکنیم به این صورت که پیکوت 3 تا پیکوت اول 3 زنجیره‌ای هستن، پیکوت وسطی که میشه پیکوت 4م 5 زنجیره‌ای میشه که یه مقدار مثلا بزرگتر بشه، زیباتر بشه، وگرنه کار به همون صورت تکرار میشه. دیگه به قسمت انتهایی کارمون رسیدیم. اینم از رج آخرمون، همینطوری ادامه بدین، فوق‌العاده کار زیبایی هستش. راستی یادت نره دوستم لایک کنی و نظرتو برام بنویسی، برام خیلی مهمه، فیدبکاتون رو حتما میخونم. اگر هم سابسکرایب نکردی کانال، حتما سابسکرایب کن و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو بذار روی آل که همه ویدیوهای بعدی رو زود بهت خبر بده و ازشون خبردار بشی، چون کلی کار جدید و ماندله های فوق العاده شیکی تو راهه. ایشالله با حمایت شماها کانال منم جون میگیره و من بتونم براش وقت بذارم و کارهای فوق العاده زیبایی رو براتون آماده کنم. همونطور که میبینید پیکوت 4م رو من 5 تایی زدم و به همون ترتیب ادامه میدم به صورت قرینه. ایشالله که خوشتون اومده باشه. همونطور که گفتم یکی از کارهای ساده ای هستش که میتونید ازش درآمدزایی کنید و فوق العاده کار زیبایی هستش، کار دسته و کسی که ارزش کار دست رو بدونه براش هزینه میکنه. یادتون باشه که خیلی دوستتون دارم. ایشالله که موفق باشید و از کارهای من لذت ببرید. من که خودم خیلی لذت میبرم. به این صورت به این فضای 2 زنجیره‌ای که میرسیم دیگه ردش میکنیم. ما داخل اون فضای 2 زنجیره‌ای که اون وسط کاری انجام نمیدیم، میریم داخل اولین فضای 2 زنجیره‌ای که روی اون بین اون 2 تا پای دوبلمون هست کار رو شروع میکنیم. خب اینم از انتهای کار و فوق العاده زیبا. ایشالله که خوشتون اومده باشه و لذتشو برده باشین. خدا نگهدار همگی شما.